الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. از خداوند حنان و منان خواهانی او هستم که الله متعال این ماه رحمت، این ماه مغفرت، این ماه رمضان خداوند مهربان برای همه ما و شما یک ماه رحمت، یک ماه مغفرت خداوند نصیب روزی بگرداند. حدیث روایت میکند از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اغتنم خمس قبل خمسین. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید 5 چیز از امت من پیش از 5 چیزی که از دست شما میرود او را غنیمت بدونید. یکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند که جوانی را پیش از پیری، پیش از این که شما پیر میشه، پیش از این که از دست پا و از همه میمونه، جوانی که الله داده است و قدر او جوانی را بدونه. مقصد در اون جوانی طاعت بندگی را هم کنه و هر آبادی هم میخواه انجام بده که خداوند وقتی به پیری شما را که رسانید اون جوانی را دیگه دریافته نمیتونه. حضرت ابوبکر صدیق هم میگه چند چیزی است که از دست انسان برود او را برگردانیدن ناممکن است. یکی از اینها میگه این جوانی است که از دست انسان برود دیگه بر نمیگرده. به همین خاطر قدر جوانی را بدونه. دیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بایی را پیش از کمبغلی. وقتی که سومدار هسته، مالدار که هسته، خیر و سخاوت کنید، آبادی کنید که خداوند وقتی شما را کمبغل که کرد دیگه خیر و سخاوت کردن نمیتونه. با خاطر خودتون سخاوت پیشه میشه. مقصد خودتون صاحبی میشه که یک انسان به شما صدقه کنه. حالا اینکه وقتی که در دست شما مال زده است، خداوند برای شما مال که داده است، باید چیکار کنی؟ خیر و سخاوت کنی. زر و نعمت اکنون بده مالی توست، بعد از آن بیرون ز فرمان توست. شیخ سعدی میگه همین در زندگیت میگه خیر سخاوت که در باید که وقتی کمبغل کشی ایده سیت میرود دیگه تمام دیگه او در دست نمیونه. به همین خاطر خوش به حال کسی که در دارندگیش خیر سخاوت میکنه. سوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چرا میگه کارداری را پیش از بیکاری. وقتی کار داره یا جو کار میکنه الحمدلله کاراتو سازن یا چی آبادی کنه یا چی بکنه که وقتی که از اون کار شما را که گرفتن به پل که مونده دیگه آبادی کرده نمیتونه. در هر جا که باشه وقتی یک کار خوب که افته آیلکا که ساز که گرفته چکا کنه آبادی کنه که وقتی خداوند روز میاره که از اون کار شما را میگیرن، از اون وظیفه شما را میگیرن، آبادی کرده نمیتونه. میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چیز زیبا میفرماید. یک مقصد که وقتی که کار در کار که هسته او کار غنیمت بدونه. دیگر این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که انسانیت باید قدر او را بدونه. چیه؟ تن صحت پیش از کسلی. تن تو صحت الحمدلله، قدر او تن صحت بدونه که وقتی بیمار کشیده او طاعت بندگی که در تن صحت میکردی او را به جا آوردن میتونه. به همین خاطر چهارم چیزی که رسول الله ما را تعلیم میده شکرگزاری تن صحت است. تن صحت به قدرش برسیم. وقتی که بیمار کشیدیم خداوند دیگه او تن صحتی که در ما بود او را که گرفت ما او تا طاعت بندگی کردن میتونیم، او تا خوبی کردن میتونیم. به قدر تن صحت هم باید برسیم. تن صحتی که الله به ما داده است به قدر این هم برسیم. دیگر پنجم تعلیمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و تو میته برادر مسلمان ایه که حیاتک قبل الموت. همه حیات عمری که بر تو داده است الله متعال قدری را بدون که پیش از این که مرگ بالای من و تو بیا، پیش از این که مرگ بالای من و تو بیا دامن من و تو را بگیره حضرت عزرائیل به زیارت من و تو بیا، باید قدر این حیات بدونیم. خداوند در این دنیا ما را همه تا بگیم به هیچ نه آفریده است، به یک مقصد به یک مطلب آفریده است. به هم خاطر تفکر کن به این عمری که الله داده است هم کار دنیا را پیش میبرم هم آخرت. محمد اقبال انگه چیز زیبا میفرماید من نگویم درگذر از کاه کن دولتی توست این جهانی رنگ بو ذره ذره از خاکش بگیر خاک چون شاهین زی افلاکش بگیر. ای که میگویی دولتی ما زی ماست مرد نادان این همه ملکی خداست. این همه ملکی الله ها. یگون کس گفتن میتونه که ملکی منه. بخاطر همه ما منبره میریم
از این عمری که الله بر ما داده است ما قدر این را بدونیم پیش از اینکه مرگ به بالای من میاد. به همین خاطر در دیگر حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و میگه که عجلوا الی توبه قبل الموت، حرکت کنی به سوی توبه پیش از اینکه مرگ بالای تو میاد. عجلوا الی الصلاه قبل الفوت، حرکت کنی به سوی نماز پیش از اینکه نماز گردن چی میشه، نماز فوت میکنی. مقصد به همین خاطر کوشش کنی طاعت بندگی کنی که این عمری که الله به من تو داده است این دوباره نیست، این دوباره بر نمیگرده. به همین خاطر هر کجا که باشه این عمری که الله به من تو داده است این را در یک راههای طاعت بندگی در یک عبادی صرف کنی که فرد روز قیامت پیش الله شرمنده نشیم. خداوند مهربان همه ما و شما را موفق به ایمان بگرداند.